حرکت میده، یعنی از اون نور خودش در اون میدمه که اون چیز باعث حرکت کنه. ولی اگر میخواست اونم ساکن میکرد. یعنی چه؟ یعنی قدرت اصلی در دست خودشه، اون اراده و حکمیه که در اشیا داره. یعنی یک جایی لطف میکنه که چیزی رو زنده کنه یا به حرکت در بیاره، اون رابطه و اون دایالوگ رو درش ایجاد کنه، اون ثنا رو درش بندازه، یا اینکه بخواد اون رو چیکار کنه، اونو بخواد همون به حالت بالقوه نگه بداره. و این اراده و چه میگن لطف ایشانه که یک چیزی میتونه به جلو حرکت بکنه یا نکنه. و این سایه الهی همه آدما رو در بر میگیره بر اساس این صحبت شما. پس چجوریه که آدما همیشه میگن که ما مثلا یه چیزی از خدا میخوان و میگن که ما به این نرسیدیم؟ این قسمت برنامه چجوری میشه؟ این چجوری میتونیم ما به این مسئله برسیم که ما از خدا چیزی رو خواستیم، اگر که صلاحش نبود نداد، پس ما نباید ناراحت بشیم، ولی باز هم دنبال خیلی چیزای دیگه میگیم که نه، ما باید برسیم به این مسئله. خب قرآن میگه اونگاه خورشید را دلیل بر اون قرار دادیم. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی نور آفتاب که بالا میاد همه ما ازش استفاده میکنیم. الرحمن الرحیم بودن یعنی که اون نور، اون برکتی که میاد شامل همه میشه. یعنی هیچ کسی نیست که از این نور بهره نبره. نفس که میاد، هوا که میاد، همه ما داریم از اون هوا استفاده میکنیم و زنده هستیم. کل اینا همه برکاته. منتها بعضی وقتا یه چیزی بهت میده، یه چیزی بهت نمیده. اون دیگه دلیل به قضاوت خودش داره. یه جایی چیزی بهت میده، دلیل داره، شاید به نفعت باشه. یه چیزی بهت نمیده، شاید به نفعت باشه. اون بستگی به خودش داره و بستگی به اون گفتیم این زمین، این هستی، این شکل ظاهرش که اینا گفتیم ممکنات اسم ظاهر خداست، اسم مخفی یا اسم باطنی خدا نیستن. اینا جاییه که فقط گذرگاه یا محل آزمایشه. چه توانگر چه درویش، که درویش گفتیم به عربی یعنی فقیر، همه در حال آزمایشن. حالا یکی از طریق پول و ثروتش آزمایش میشه، یکی از طریق فقرش. فرق نمیکنه. اگه هستی زمین یک جای دائمی بود خب میتونستی شکایت کنی، ولی وقتی حالا که میای یک گذرگاه رد میشی، چه فقیر چه ثروتمند فرقی نمیکنه، چون از این درگاه درگذرید با 10,000 سالگان همسفرید، فرقی نمیکنه. اینجا محل آزمایشه و هستی یک ابعاد گسترده روحانی دیگه داره که اونجا محل عشق، محل حقیقیه. اینجا که خب محل گفتیم بس سایه است دیگه، توهمه دیگه، توهمه. ولی گفتیم اونگاه که خورشید را دلیل بر اون قرار دادیم چیه؟ اون کسی که دنبال نور حقیقت میره، میگن نور محمدیه، یعنی اون معرفت، یعنی اون دانش یا اون اندیشه. کسی که دنبال این نور معرفت میره، دنبال این نور الهی میره، خب در نتیجه چون یه قدم میره اونم بهت میده. ببین ما همینطور که مثلا نفس میکشیم داره بهمون چیزی میده دیگه. مثلا موقعی که داریم راه میریم درسته قدم ها رو برمیداریم، یه دیالوگ هست بین پاهای ما و زمین که او اجازه میده ما بریم جلو. یعنی چه؟ اون زمین چیه؟ در امر خداوند و مطیعه، یعنی بهش گفتن بکش اینو به طرف جلو. درسته؟ نمیتونی که قدم بزنی رو عقب بری که به طرف جلو میری. اون حکم تو رو، یعنی هر چی که تو جلو بری اونم میاد جلو، بهتر کمکت میکنه که به جلو بری. کل هستی بر مبنای گفتیم این واقعیت ثابت و یک حقیقت و در نتیجه چون ما اون رمز و رموز نمیفهمیم همیشه فکر میکنیم که بهمون ظلم میشده. یا شما در نظر بگید همه در حال پیر شدنن و همه در حال فاسد شدنن از نظر بدنی و میمیرن و بعد تبدیل به یه سری ذرات میشه. خب این جبر دیگه، اینم ظلم دیگه. اگه بخوای از اون نظر، چه توانگر باشی چه فقیر فرقی نمیکنه، پیر میشی دائما داری رو به فاسد شدن میشی، از نظر جسمی از بین داری میری. خب این دیگه جبر دیگه. اینو چه کار میخوای بکنی؟ این یه دلیلی داره، اینا همه یک دلیلی داره، چون محل گذرگاه است دیگه. و تمام این هستی هم برای اینه که انسان بیاد آزمایش بکنه که بتونه اون حقیقت وجودی خودش رو بشناسه. از طریق چه؟ از طریق معرفت و نور الهی. خب من فکر کنم که وقت اجازه نمیده این بحث رو ادامه بدیم. امیدواریم که در هفته‌های دیگه در خدمت شما باشیم. دوستان عزیز اگر صحبتی دارید، اگر تلفن یا
پیامی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. این بحث من فکر میکنم که میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. بحثمون خیلی بحث جالبی بود. اگر که موافق باشید هفته دیگه هم سایه حق رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم. خدا olanların çoktur cefası, ahirette çıkar zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı, 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi, güzel Muhammed Ahmet. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiallah, ya Şefiallah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Anus tercihanı neyleyem sensin, sen hak peygambersin, şeksiz imansın. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiallah, ya Şefiallah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Imagica Film Productions, Vancouver's newest and most exciting film production company located in the hub of Yaletown, Vancouver. Imagica offers a wide range of production and post-production needs, including studio space, green room, white room, lighting, cameras, sound engineering, and editing. Contact us at 604-689-4624 or visit us online at www.imagicaproductions.com. One night as I lay down inside my journey, one night as I lay down inside
Mevlam Sultan Emniya. Never announces to me Mevlam Sultan Emniya. Is it Yunus who says the world is just Allah? Is it Yunus who says the world is just Allah? Don't depend on your belongings. This program is brought to you by Meg Energy. We make Earth Energy affordable to comfort you at home and at work. Earth Energy is abundant, reliable, environmentally friendly, and the most economical source of energy known today. على رسولنا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين يا سيد يا رفاعي بسم الله الرحمن الرحيم وما التوفيق إلا بالله ونزلنا القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت ويشفين بسم الله الرحمن الرحيم التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Cümleten merhaba, hoş geldiniz. So merhaba, welcome to all of you. Yaratıcı Allah'ın yaratmış olduğu bu güzellikleri yaşamak için hep bir araya toplanıyoruz. We gather together in order to live together the beauty that was created by our Creator Allah. Biliyorsunuz en büyük değer olarak insanı yaratmıştır. As you know, it is the human being that is created as the most precious Her being. zaman bunun üzerinde duruyoruz. And we are always emphasizing this. Çünkü gerçek varlığı yaşayan insandır. Because it is the human being that lives the true reality. Bir söz vardır Peygamber hadis-i şerifte. And one of the hadith sharif, one of the traditions that is passed on to us by the Prophet, Es sultanı zillullahil arş der. Sultanlar yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. says that the sultans are the shadow of Allah on the face of this earth. Kimdir sultan? Now, who is a sultan? Sultan Arapça salt kelimesinden gelen güçlü. Now, it comes from the root word salt in Arabic, which means powerful. Yani Allah'ın gücüne sahip olan insan varlığındaki güzellik So the beauty that is possessed within the power of Allah that is in a human being, insanlar arasında harekete geçtiği zaman when it moves into action among the people, Allah'ın gölgesini yaratıyor. that's what creates the shadow of Allah. Yani bugün tabirler şuna şöyle de diyebiliriz. We can say in today's language this, Parlayan gölgeler. the shining shadows. Her insan parlayan birer gölgedir. Every human being is a shining shadow. Fakat üzeri tozlandığı için, paslandığı için But because there's dust gathered upon it, gölge sislenmiş, net olarak gözükmüyor. that shadow has become hazy. It's not seen clearly. İşte bunu temiz hale getirmek için In order to clean it, bu güzellikleri arayıp bulmayı, yaşamaya mecburuz. we have to search for, find, and live this beauty. Yaratan Allah bizi bu güzelliklerle